مانند ایستگاه فضایی بین‌المللی، یک ایستگاه میدانی شناور متوسط می‌تواند گروه کوچکی از محققین را با استفاده از این مواد و تکنیک‌های ساختمانی برای چندین ماه در فضا تأمین کند. اما بزرگی این ساختارها محدودیت خاصی ندارد. بسیاری می‌توانند با هم توده‌ای باشند تا بتوانند گروه‌های نسبتاً بزرگتری از فضانوردان را در مدت زمان طولانی‌تری تأمین کند. من این محل‌های سکونت رو به اندازه شهرهایی به وسعت چندین کیلومتر مربع تصور می‌کنم. من این تفکر رو دوست دارم و البته وقتی تونستید یه شهر رو در اتمسفر زهره قرار بدید، اون وقت چرا 10,000 تا رو قرار ندید؟ زهره‌های زیادی وجود دارن. ولی این ساختارها تا چه حد ایمن هستند؟ خب نکته جالب در مورد بالون‌های اتمسفر زهره اگه بسیار بزرگ باشن اینه که فشار درونی اونا با فشار بیرونی اونا تقریبا یکیه. بنابراین مثل شهر فضایی، مثلا شهر اونیل در مدار زمین نیست که اگه یه سوراخ در اون ایجاد بشه یه تخلیه فشار انفجاری به وجود بیاد و هوای درون یک بار تخلیه بشه. در اونجا فشار بیرونی تقریبا با فشار درونی یکیه. ممکنه مقداری تبادل گازهای ناخواسته صورت بگیره ولی مثل یه بادکنک به طور فاجعه آمیز منفجر نمیشه. وقتی چیزی به این بزرگی داشته باشید زمان بسیار زیادی طول میکشه تا فشار اون تخلیه بشه. اگه یه بادکنک به این اندازه رو سوراخ کنی در یک آن تخلیه میشه. ولی وقتی در یه بالون با طول و عرض صدها متر سوراخ ایجاد بشه زمان زیادی طول میکشه تا خالی بشه و شهری با طول و عرض هزاران متر روزها و شاید هفته‌ها زمان ببره تا اتمسفرش رو از دست بده. به همین دلیل من فکر میکنم شما اگه بخواید سخت کار کنید تا مطمئن بشید سوراخ ایجاد نشه، حتما از مناطق چندگانه گازهای بالابر استفاده میکنید که اگه احتمالاً به هر دلیل سوراخ ایجاد بشه و تخلیه صورت بگیره فقط بخشی از شهر اتمسفرش رو از دست بده و بقیه گاز بالا برنده کافی داشته باشن که شهر رو بالا نگه دارن. اینها مجتمع‌های ساختمانی عظیمی هستند. خوشبختانه بخش ناچیزی از ساختار آن باید از زمین تأمین شود. مسائل بسیاری رو که شما میتونید برای ساختن محل سکونت به کار ببرید ممکنه بتونید در اتمسفر زهره به دست بیارید. معلوم شده در مهندسی مدرن یکی از مفیدترین و پرکاربردترین مواد ساختمانی رشته‌های کربونه. فیبروکربن سبک و محکمه. با فیبروکربن کارهای بسیاری میتونید بکنید. البته برای ساختن یه شهر بیش از رشته‌های ساختمانی کربن مورد نیازه. من فکر میکنم اگه بخواین یه شهر یا 10 شهر یا 1000 شهر بسازین باید برید پایین و موادی رو از سطح زمین بیارید. برای تهیه مساله دیگه مانند سیلیکون و سنگ‌های سیلیکات و مواد دیگه باید سطح زهره رو حفاری کنین. خیلی چیزا رو میشه از اتمسفر گرفت ولی نه همه چیزو. البته کاری رو که سعی میکنید ازش پرهیز کنید آوردن هر گونه مساله از زمینه. برای اینکه کلید زندگی در منظومه خورشیدی اینه که یاد بگیری از مساله‌ای که دم دستت پیدا میشه استفاده کنی. آوردن مساله از زمین برای سفرهای اردوییه، ولی ما نمیخوایم اردو بزنیم، میخوایم در منظومه خورشیدی زندگی کنیم. آنچه با چند مقاله و نظریه علمی و سفینه فضایی شروع شد میتواند به یک شبکه از جوامع درون پیوسته در ورای زمین تبدیل گردد. رویای شاعرانه سکونت خودپایدار در فضا میتواند در مدار زهره به وجود آید. محل‌های سکونت با کیلومترها وسعت ممکن است از مصالح به دست آمده از اتمسفر یا شهاب سنگ‌ها ساخته شوند و از انرژی رایگان خورشید در نزدیکی خود بهره بگیرند. این ساختارهای خیالی می توانند بچرخند تا نیروی جاذبه مناسب و هوای دلپذیر ایجاد کنند.
سفینه‌های بزرگ می‌توانند در اینجا پهلو بگیرند و بارهایی را بیاورند تا بین شهرهای شناور درون اتمسفر زهره توزیع شود. سازندگان چنین شهرهایی باید با یک محدودیت ناگزیر در طراحی دست و پنجه نرم کنند. بیشترین مقدار مصالح باید برای محافظت ساکنین از تشعشع اختصاص یابد. برای مثال اگر یک کلونی وسیع داشته باشیم باید اونو با مقدار بسیار زیادی خاک بپوشونیم. باشه، خاک رو میتونیم از ماه برداشت کنیم، ولی مواد بسیار زیادی که باید فقط و فقط برای پوشاندن محل از ذراتی که از اشعه‌های فضایی و فضای بیرون میان بیاریم که هیچ کاربرد دیگه‌ای نداره. بنابراین سکنه ابرها در اتمسفر ایمن باقی میمانند. زهره میدان مغناطیسی نداره که ذرات رو منحرف کنه، ولی اتمسفر داره. بنابراین در سطح میانی ابرهای زهره یه ذره بالاتر هنوز اتمسفر زیادی بین شما و فضا وجود داره. خوبش اینه که هنوز اونقدر اتمسفر وجود داره که بدترین تشعشعات رو ضعیف کنه. ما از توده‌های پرتابی هاله خورشیدی پروتون نمیگیریم، چون برای انسان بدون محافظ خیلی خیلی خطرناک و حتی مرگباره. ما 10 تن اتمسفر در متر مربع داریم که ما رو از تشعشعات حفظ میکنن. همین یه دلیل دیگه بر این که ابرهای زهره برای کلونی سازی جای خوبیه.